و یک داستانی از همین کعب الاحبار گفته شده که داستان مرگ و درگذشت عمر هستش. عمر بن خطاب، خلیفه دوم، که میگن که داستانی است که نقل شد. مشخص نیست که درست است یا نیست. ما از همینجا میخوایم شروع کنیم بررسی این چهار نفر، که گفته میشه که همین که اول احوال رفته پیش عمر و گفته که از 3 روز پیشش رفته بهش گفته که پیش بینی کرد داستان مرگشو، که تو قراره بمیری، تو مرگ قراره به سراغ بیاد. 3 روز قبلش رفته بهش گفته که مرگ قراره به سراغ بیاد. حالا مثلا اینجا چسبوندن به این که کعب احبار خیلی فرد بزرگی بود و نمیدونم مثلا عالم بودش و از غیب خبر داشتش و از این حرفا. حالا ما کاری نداریم که مثلا تو خود فرهنگ اسلام هست که دانستن غیب از آن خداست و غیب و فقط خدا میداند و از این حرفا. ما اصلا به این کار نداریم که اصلا به این چیزا میچسبه. اما ما میتونیم دو تا چیز رو برای این به کار ببریم. یکی این که حالا هر دو رو میگم. یکی این که شاید از قبل از ماجرا خبر داشته و خودش دستن در کار ماجرا بوده. و مورد اول پس میشه همون اینکه فقط شاید از ماجرا خبر داشته، حالا به گوشش رسیده یا خودش جایی شنیده داشته، از جایی رد میشد این ماجرا رو مشخصا فهمیده، یا اینکه خودش اصلا دستن در کار این ماجرا بوده، خودش ماجرا رو هندل میکرد یا خودش نقش داشته. و حالا ما میپردازیم به همون داستان این که این مرگش رو 3 روز پیش رفته به عمر گفته و داستان هستش که میگه هر روزم مکررن تکرار میکرد. یعنی 3 روز قبلش رفته گفته اولین بار، بعد فرداش رفته گفته، 1 روز قبل مرگ عمر هم رفته گفته و دیدن داستان عملی شده. حالا این چیزی که نقل شده از عمر گفته میشه که فردی خشنخویی بوده، یعنی به راحتی از کنار موضوعی رد نمیشد و میشه از فتحها و فتوحاتش هم دید که مثلا قلمرو چجوری گسترش داد، به چه جاهای رسون و همون جنگ هایی که با امپراتوری ایران با امپراتوری روم داشت و فتح هایی که کردش در مصر و اینجاها، میشه کامل متوجه شد که مثلا فرد دقیقی بود. و حالا با همینو با اون حالت خشن خویش ترکیب کنیم دیگه واقعا چیز عجیبی میشه این داستان، چون اینا روایت های اصلی هستن. ما نمیتونیم به یه روایت اکتفا کنیم اما این چیزی که واقعا بودش و اکثریت بهش اشاره کرده که عمر خشن خوب بودش بهش اشاره نشه. و واقعا عجیبه که با همه این شرایط عمر خیلی ساده از کنار این ماجرا گذشت و اصلا انگار عین خیالش نبود و هیچ روایتی هم نیومدی که مثلا عمر مواظب خودش بودش مثلا در اون 3 روز. و چون دقیقا روز مرگش انگار پیش بینی کرد، هر روز میرفت میگفت مثلا 3 روز پیش رفت گفت 3 روز دیگه، بعد فرداش رفت گفت 2 روز دیگه، باز 1 روز مونده رفت گفت فردا مثلا میمیری. حالا چجوریه که عمر از خودش مراقبت نکرد؟ 100% اگر از ما به ما همچین چیزی بگن ما از خودمون مراقبت میکنیم که حداقل حتی اگر بدونیم که این حرف میتونه حرف بیخودی باشه اما مراقبت از خودمون رو حداقل 2 برابر میکنیم. حالا اینکه عمر با اون شرایط حالی که داشته به سادگی از کنار این ماجرا گذشت واقعا عجیبه و مشخصا این روایت ها یا از خودش در آوردهش یا حالا جلوتر بهش میپردازه که چیزی در اومده. حالا داستان خلفا شدهش ما باید اینجا یه چیز دیگه هم بیان کنیم که همین که اول احبار خب مانند عبدالله ابن سلام روابط خوبی با علی ابن ابی طالب نداشته است و پس از مرگ عثمان و کشته شدن عثمان به سوی معاویه رفت. حالا اینجا یه سری تناقض هایی هست. مثلا بعضی ها میگن که
بعد از مثلا دوره عثمان اصلا مرده کعب الاحبار، بعضی میگن که نه رفته پیش معاویه. حالا چون حالا ما بررسی رو مثلا قرار ندیم که زیاد برامون مهم نیست، حالا همینجا هم داره. و هم اگر بخوایم این را ادامه بدیم، میگه که هم از علی ابن ابی طالب و هم ابن عباس میگه که این فرد رو دروغگو خطاب کردن که اول احبار رو میگن این فرد دروغگو. از خود ابن عباس شخصی هستش که بسیار بسیار بیشتر بهش نپرداخته تبری. اگه بهش میگم بیشتر پرداخته اشتباهه. بیشتر یعنی درستیتش رو بیشتر تایید کرده. یعنی شاید از بین تمام روایت هایی که از ابن عباس آورده 80-85%، شاید 70%، خیلی درصد خیلی بالایشو تبری درست میگه این درسته. یعنی در بین روایت های دیگر ابن عباس درست تر ازش از نظر خود تبری حتی، و مقایسه هایی که با روایت های دیگر میکنه در باب یک موضوع. هم علی ابن ابی طالب که حالا دیگه بهش میپردازیم، و هم ابن عباس که گفتیم که اول احوال رو دروغگو خطاب کردن. و خود تبری هم مثلا انگار به حساب نیاورده و خودشو این که اول احوال رو، و حالا بهش پرداخته، اما همون چیزایی که گفتم درصد خیلی کمی از حرفاشو قبول داره خود تبری. حتی در صحیح بخاری هم که کتاب روایی هستش، هیچ چیز خاصی از او، هیچ چیزی اصلا از او نقل نشده تو صحیح بخاری که از کتاب های بزرگ اهل سنت هم هست. و درباره وهب هم حالا جلوتر بهش اشاره میشه که حالا ادعایی که کرده، گفته من همه شاهان و پیامبران تاریخ و از آدم ابوالبشر که همچون داستانی رو آورده در اون رو شروع کرده، میگه من همه شاهان و پیامبران تاریخ را میشناسم و عمر جهان را هم میدونم، که ما بهش میپردازیم 100% جلوتر، حتما بهش میپردازیم. حالا میریم سراغ خود عبدالله بن سلام. علی بن ابی طالب خب خلیفه چهارم به عنوان خلیفه چهارم انتخاب شد. در این بین یه سری داستان‌هایی هم هست، حالا ما بهش میپردازیم. میگه عبدالله بن سلام حتی با علی بیعت هم نکرد. علی بن ابی طالب بیعت با علی پس از عثمان، چه از نظر دموکراسی و چه از نظر توافق اولیگارش های دوران، بیعت بسیار محکمی بود. حالا این اولیگارش های دوران مثلا همون افراد بزرگ مثلا ثروتمندی که مثلا اون دوره حرفشون مثلا خریدار داشتش، به اونها اشاره می‌کنیم، مثل طلحه و زبیر. خب بیعت کرده بودن. یعنی خود علی بن ابی طالب صبر کرد و گفت من اول بیعت نمی‌کنم تا زدم به اکثریت نرسه. و حتی خود طلحه که ما بهش اشاره کردیم که فرد بزرگی بود، خودش توسط برخی حالا به عنوان کاندیدای مثلا خلافت مطرح شده بود، که خود طلحه باز اصلا با علی بن ابی طالب بیعت کرد. و دیگه در این حد، یعنی بیعت در این حد محکم شده بود و علنی شده بود. و حالا ببینید که این عبدالله بن سلام دیگه کی بود و چه حالا دروغ‌هایی نقل کرد که با علی بن ابی طالب مثلا بیعت نکرد. حالا ما می‌پردازیم که حالا درباره علی بن ابی طالب مثلا حتی اگر نسبت‌های نزدیک علی با پیامبر رو نادیده بگیریم و مراجعه میکنیم به حادثه غدیر خم، درسته ما نسبت ها رو نادیده میگیریم، آقا اینکه دامادش بود، اینکه پسرموش بود، اینکه اصلا پیامبر خودش تو منزل ابو طالب که پدر علی بودش بزرگ شد، و خود علی هم باز دوباره تو منزل پیامبر بزرگ شد، علم یاد گرفت، سواد یاد گرفت. حالا اینا رو اصلا کاری نداریم، این نسبت های بسیار بسیار نزدیک رو اصلا کاری نداریم. خب میپردازیم به حادثه غدیر خم، اتفاقی که در غدیر خم افتاد در حجة الوداع، درسته؟
که کلیت و عملی شدن این اتفاق بین اهل سنت و شیعیان یکیست. یعنی عملی شدنش یکی میدونن، آره همچین اتفاقی افتاد، و کلیتش هم یکی میدونن. یعنی همون من کنت مولا و فاضا علی مولا همون هست، یعنی به اون اشاره دارن. خب اما اینجا مثلا میگم کلمه مولا و ولی و اینا به معنای اهل سنت میگم به معنای سرپرست نیست، به معنای دوست هستش، به معنای همیار هست، به معنای رفیق هست. خب ما همونو در نظر میگیریم. مثلا ما اصلا به این تاریخ و به این حالا نمیگم اینجا اشاره نمیکنیم. خب میگیم اصلا همون کلمه دوست و همیار معنی میکنیم و سرپرست معنی نمیده، به معنای مثلا جانشینی تلقی نمیکنیم. خب اما همین. خب چه کسی بهتر از علی در آن لحظه بیعتی که همه موافق بودن که دوست و همیار پیامبر انتخاب بشه. علی که دوست و همیار پیامبر هم بود، به بیان اهل سنت خودشون دوست و همیار پیامبر معنی میکنه دیگه. خب چه کسی بهتر از علی که دوست و همیار پیامبر هم بود و به عنوان خلیفه هم انتخاب بشه و بیعت همگانی هم کرده باشه. حالا چه دلیلی داره اون موقع خب بیعت نکردن با پیامبر، بیعت نکردن با خلیفه مثلا بدعت به حساب نمیاد از نگاه خود اهل سنت و از نگاه خود همین افرادی که روایت های اصلی رو بیان میکنن. خب پس این فرد الان دچار بدعت شد دیگه، با خلیفه بیعت نکرده، بیعتی که اصلا دیگه خیلی محکم بود واقعا. و به همین سادگی و بهش برجسته بدعت هم نمیچسبونن و به همین سادگی از کنارش میگذرن. حالا ما هم بدعت به حساب نمیاریم، ولی در کل بر اساس فرهنگ اسلام این فرد الان در اینجا هم حتی دچار اشتباه شده و ما میگیم که اصلا اینو در نظر بگیریم که این فرد اصلا درست گفته و اصلا در کنار پیامبر مثلا هیچ صحبتی از علی و درجات علی نکرده و هیچ صحبتی در واقع نشده که بگه علی مثلا خیلی درجه بالایی داره و حالا چیزهایی که تو شیعیان، تو کتاب‌های شیعیان و تو مدارک شیعیان هست، ما میگیم آقا اصلا اونها دروغ، شیعیان دارن دروغ میگن. اما مثلا پیامبر نقلی نداشته از امام علی و درجات امام علی، چون عبدالله ابن سلام و افراد دیگری مثل ابو هریره و کعب الاحبار اینا نقل نکردن. خب ما میگیم آقا این درست. اما دیگه مثلا متن قرآن رو چیکار کنیم؟ پیامبر بهش اشاره نکرده و اینها هم چون پیامبر اشاره نکرده این نگفته. حالا متن قرآن داریم که درباره فضایل شخصا علی بن ابی طالب صحبت هایی شده. خب حالا ما میخوایم یه موردش رو اشاره کنیم، فقط به یه موردش، خیلی هستش، میشه با یه سرچ ساده تو گوگل هم اینو گرفت. من میخوام یه موردش اشاره کنم که خیلی دقیق رسما دیگه اشاره شد. میگه تو سوره عنکبوت حالا و جاهای دیگری هم که فکر کنم حالا شاید اشاره شده باشه، میگه هنگام هجرت پیامبر علی ابن ابی طالب در بستر او خوابید و حالا با جان خودش رو در این راه اسلام، در راه هجرت پیامبر و برای پیامبر به خطر انداخت. این یک اشاره بسیار بسیار مستقیمی هستش. خب حالا اینجا میخوایم یه برداشتی بکنیم درباره عبدالله ابن سلام. الان اینجا در واقع یا اون هزار نفری که تو قدیر بودن اشتباه دیدن و شنیدن، یا کلام خدا اشتباه هستش. یعنی واقعا این بر چجوری بیعت نگرفت با علی، یا اینکه اونقدر این آیات روشن بودن، یا اینکه اونقدر این آیات روشن و مبین بودن که عبدالله ابن سلام برای اولین بار تو زندگیش تصمیم به سکوت گرفت و دست به جعل روایت های از ذهن دروغین خواسته و که اصل و اساس ادعای بر پایه همین روایت های مثلا شخص خود این بودش، اولین بار تو زندگیش سکوت کرد. یعنی یا اون هزار نفر دارن اشتباه میکنن، یا اینکه متن قرآن داره اشتباه میکنه.
خب اگر بنا در مثلا اکثریت باشه که حرفی که هزاران هزار نفر زدن و حتی خود جمعیت مثلا میلیونی اهل سنت قبول دارن که پیامبر از کلمه ولی برای علی بن ابی طالب استفاده کرد، حالا ما میگیم برای همون دوست و همیار و رفیق باشه، یا کلام خدا اومده، یعنی همه اینها اشتباه کردن. آقای عبدالله ابن سلام اینجا اونقدر این آیات روشن بودن، اینقدر این نشانه ها روشن بودن که اینجا اصلا حاضر نشد بیعت کنه، زده زیر میز گفته که من اصلا نمیخوام، من دیگه ادامه نمیدم و به همین راحتی زده کنار و گفته من بیعت نمیکنم. و از میان این 4 برادری که بهشون اشاره شد، یکی که عبدالله بن سلام باشه در مدینه ماند و به نقل کعب هم به شام رفت و نزد معاویه تا چیکار کنن؟ تا در دوران خلافت علی از چند سو هجمه وارد کنن با روایت هایی که می ساختن و از چیزهایی که می گفتن. و یه عده‌ای هستن که همیشه این افراد، این تگ و توگ افراد میشن معلمشون، میشن خود اینا رو به عنوان یک فرد بزرگ معرفی میکنن، مثل همون داستانی که میگن کعب از غیب خبر داشت و نمیدونم 3 روز پیشش رفته بود به عمر گفته بود. مثلا همچین افرادی که شاگرد خودشون شاگرد مثلا کعب میدونستن اینو روایت کردن، پس اینا تاثیرگذار بودن تو جامعه خودشون. ما حتما باید اینو در نظر داشته باشیم. اصلا آیاتی هست از جمله یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب این اولی الامر منکم الان برای جناب عبدالله بن سلام چه کسی هستش؟ یا ایها الذین آمنوا، یعنی یک کسانی که ایمان آوردیم به دین اسلام دیگه. یعنی کسی که این کارو نکرد مشخصا و حقیقتا مسلمان نیست. خب این اول الامر منکم کیا هستن؟ چه کسانی هستن؟ از نظر اهل سنت میشن همون خلفا، از نظر شیعیان میشن همون 12 امام معصوم. درسته؟ خب این که نه از نظر شیعیان درسته نه از نظر اهل سنت، چون نه با خلیفه بیعت کرد نه با امام شیعیان. و اصلا آیه اومده یا ایها الذین آمنو، یعنی هر کس ایمان دارد این کار میکنه، یعنی کسی که نکرد این ایمان ندارد دیگه. خب حالا ما بیایم بر اساس حرفای این شخص میایم استناد میکنیم و هزاران هزار روایاتی که بیان کرد و حالا جلوترم میگیم درباره این چیزا حتما صحبت میشه که چه چیزهای دیگری گفتن و چه کارهای دیگری کردن و چه حرفای زدن، حتما بهش اشاره میشه. پس با ما همراه باشید.